ای خدای مهربان و بخشنده، به درگاه تو دعا می کنم که اگر روزی من در آسمان هاست آن را به سوی زمین نازل کن و اگر در زمین پنهان است آن را آشکار ساز. اگر دور است به رحمت خیشتن نزدیکش کن و اگر نزدیک است آسان به هموارش گردان. اگر کم است به بخشندگیت آن را فزونی ده و اگر فراوان است به آن برکت قرار بده و آن را به دست بهترین آفریدگانت به من برسان و مرا از نیاز به بدترین بندگانت دور نگهدار. ای پروردگار یکتا، اگر روزی من هنوز آفریده نشده با قدرت و توانایی خود آن را بیافرین. روزیم را به سوی من روانه کن هر جا که باشم و مرا به سوی آن نکشان، چرا که تو بر هر چیزی توانای مطلقی. ای زنده و پایدار، ای یکتا و بزرگوار، ای نیکوکار و مهربان، ای بی‌نیاز، بر محمد و خاندان پاکش درود فرست. نعمتهای خود را بر ما کامل گردان، کرامت و عزتت را به ما ارزانی دار و لباس سلامتی و عافیت را بر تن ما بپوشان. آمین.